ما تونستیم با اقداماتی که در دولت شکل گرفته اختیاراتمون رو واگذار کنیم. استاندارا الان از نظر مدیریتی اختیاری که من رئیس جمهور دارم در کاغذ ما به اونا ابلاغ کردیم. حالا چقدر بتونن از این اختیاری که ما به اونا دادیم استفاده کنن برمیگرده به توانشون، به خلاقیتشون و به اراده و هماهنگی که بین خودشون و سازمان‌های زیر مجموعه خودشون میتونن به وجود بیارن و از این خیلی استفاده کردن و ما از همه عزیزان قدردانی میکنیم. آقای پزشکیان همچنین درخواستی از 30 میلیون جان فدای ایران عزیز برای صرفه‌جویی در انرژی داشت. ما از مردم عزیزمون که الان آماده‌اند و در صحنه، اینجا هم گفتم یه درخواست ساده داریم، این که مصرف خودشون رو در برق و انرژی بیارن پایین. فعلا ما نیاز به فداکاری این عزیزان نداریم ولی نیاز به کنترل مصرف داریم. تو خونه به جایی که 10 تا چراغ روشن بشه 2 تا چراغ روشن بشه چه اشکالی داره؟ اینا زیرساخت ما رو زدن، ما رو در محاصره قرار میدن تا مردم ناراضی بشن و این رضایتی که الان وجود داره تبدیل به نارضایتی بشه. چطوری میتونیم جلوش بایستیم؟ این که ما اون زمینه‌هایی که اونا فکر میکنن باعث نارضایتی رو مردم اجازه ندن اصلا به وجود بیاد.